ساعت 9:40 صبح یکشنبه 15 بهمن گزارش قتل مادر و دختری در یکی از خیابان‌های باغ فیض تهران اعلام شد. با گزارش خبر تیم جناحی راهی محل شده و با جسد مادر و دختری در حالی که خفه شده بودند مواجه شدند. اسم دختر مهلا و اسم مادر فاطمه عنوان شده. نامزد مهلا که این خبر رو اعلام کرده بود گفت: وقتی میخواستم به ملاقات نامزدم بروم متوجه شدم 2 مرد ناشناس و نقابدار از دیوار خونه به کوچه پریدند. با اونها درگیر شدم اما اونها چاقو کشیدند و فرار کردند. سلام و درود به تمام شما عزیزان. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. محمد هستم، میزبان شما با یک پرونده جنایی دیگر در کانال حاشیه. در این کانال ما سعی میکنیم شما رو در جریان تازه ترین پرونده های جنایی و قضایی کشور قرار بدیم. اگر به این سبک مطالب و موضوعات علاقه دارید، برای حمایت از ما چنل ما رو سابسکرایب، زنگوله کنارش رو فعال و ویدیوهای ما رو لایک کنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن جزئیات این پرونده جنایی دعوت میکنم. پلیس بلافاصله تحقیقات خودشون رو درباره پرونده آغاز کردند. اونها در ابتدا تمامی دوربین‌های مداربسته اطراف خونه رو بررسی کردند، اما به چیزی دست پیدا نکردند. اونها تمام تماس‌های چند روز گذشته مادر و دختر رو بررسی کردند، اما باز هم به چیز مشکوکی نرسیدند. بعد از گذشت چند روز پلیس با صحبت و پرسجو با اقوام و دوستان اون خانواده به این نتیجه رسیدند که داماد بزرگ خانواده که اسمش حامده با مادرزن و خواهرزنش اختلاف داشته. اونها حامد رو به کلانتری میخوان و اون رو مورد بازجویی قرار میدن. اما حامد در بازجویی ها میگه درسته من با اونها اختلافاتی داشتم، اما هرگز مرتکب همچین کاری نمیشم و اونها رو من نکشتم. ماموران آگاهی که بعد از بازجویی حامد شکشون به اون بیشتر میشه اون رو بیشتر تحت نظر قرار میدن و تمامی تماس‌های اون در طی چند هفته گذشته رو مورد بررسی قرار میدن. اونها بعد از جستجوهای بیشتر به چیز مشکوکی پی میبرن. اونها بعد از بررسی حساب بانکی حامد فهمیدن که حامد تقریباً 1 هفته قبل از مرگ مادرزن و خواهرزنش 4.5 میلیارد پول به حساب مرد رستورانداری ریخته. مرد رستوراندار هم 2 میلیارد تومان از پول را به حساب کارگر خود و کارگر یک جگرکی که در آن حوالی بود واریز کرده است. ماموران بعد از پیدا کردن تصاویر اون 2 کارگر اونها رو به داماد جوان خانواده نشان دادند که داماد جوان هم اونها رو شناسایی کرد. ماموران کلانتری بلافاصله سراغ اون 2 کارگر رفتند و اونها رو دستگیر کردند. این 2 مرد هم که دیدن چاره‌ای جز اعتراف ندارند به قتل اون زن و مادرش اعتراف کردند. پلیس بلافاصله داماد بزرگ خانواده و صاحب رستوران رو هم دستگیر کردند که اونها هم به جرائم خودشون اعتراف کردند. حامد در بازجویی‌های خودش اینگونه قضیه رو بیان میکنه: من دانشجوی رشته حقوق بودم و همسرم فوق لیسانس داشت. همسرم 3 سال از من بزرگتر بود. در یک گروه دانشجویی عضو بودیم و برای تحقیقی با هم آشنا شدیم و سال 1400 با هم دیگر ازدواج کردیم. بعد از ازدواج زندگی نسبتاً خوب و آرومی داشتیم که مدتی قبل متوجه شدم همسرم باردار شده. خواهر و مادر همسرم زیر پایش نشستند و به او گفتند که الان برای بچه دار شدن زوده. اونها به دنبال همسرم اومدند و همسرم را به محلی بردن تا سقط جنین کنه. این اولین موضوعی بود که باعث کدورت بین ما شد و بعد از مدتی هم متوجه شدم اونها از همسرم امضا گرفتند تا او ارث میلیاردی پدرش رو ببخشه. مادرزن و خواهرزنم با رفتارهایشان زندگی ما رو به هم زدند. اختلافات ریز و درشت و کینه هایی که در این مدت از اونها به دل گرفتم باعث شد تا فکر قتل به سرم خطور کنه. برای کشتن اونها از دوستم که یک رستوراندار بود کمک خواستم. اون صاحب رستوران هم کارگرهایی رو انتخاب کرد که واقعا مشکل مالی داشتند و به خاطر پیشنهاد وسوسه کننده من دست به این جنایت زدند. من که واقعا دیوانه شده بودم و مصمم بودم تا اونها رو از بین ببرم، خانه ای رو که در سعادت آباد داشتم رو به مبلغ 10.5 میلیارد فروختم
و به افرادی که برای این کار اجیر شده بودند پرداختم. الان هم واقعا متعجب شدم، چون حتی 1% هم تصور نمی کردم اینجوری دستگیر بشم، چون قتل‌ها را خیلی حرفه‌ای انجام داده بودیم. بعد از قتل مادر زن و خواهر زنم تمام مدت پیش همسرم بودم و وقتی می دیدم اون این همه زجر می کشه قصه می خوردم. الانم واقعا پشیمان هستم. با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و قراره تا چند روز دیگه متهم پای میز محاکمه قرار بگیره. این بود پرونده جنایی که امروز تقدیمتون کردیم. اگر به این سبک مطالب و موضوعات علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و برای دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا ویدیوی بعدی که در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار میگیرم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.